من شخصا حاضرم اینو محکم‌تر نگه دارم ولی تو رفاه زندگی کنم. من حاضرم شخصا حجابم رو محکم‌تر نگه دارم، اما وقتی جایی رفتن ازم پارتی نخوان، بهم نگی با من رابطه داشته باش من استخدامت میکنم. من شخصا حاضرم این شکلی کنم ولی از من برای توانایی استفاده کنم. اگر فکر میکنید که من درس خوندم که با درس به جایی برسم، باید بگم خیر. من رستوران داشتن رو تجربه کردم، من آنلاین شاپ زدم، من 2 مدرک فنی حرفه‌ای آرایشگری هم دارم، من همه کار کردم و نشد. اگه این خودکار جای بچه شهید، فرزند شهید بره سر جلسه کنکور رتبه میاره ولی من نه. بانک تجارت چند وقت پیش آزمون گذاشته برای استخدامیش، همه بچه‌های ایثارگر، فرزندان شهید، فرهنگیان همه رو اولویت قرار داده به جز من سنا، من معمولی، من ساده، منی که با نون کارمندی ماهی 15 تا 20 میلیون تومان به اینجا رسیدم، منی که اجازه ندادم پدرم 1000 تومان بذاره تو جیب من و خودم هزینه تحصیلم رو دادم. میگن کشور برابری و برادری، ولی من برادری و برابری